رفقا سلام، به ویدیوی جدید خوش اومدید. امروز قراره در مورد دور رفت نیمه نهایی چمپیونز لیگ صحبت کنیم. خب بازی اول بازی بایر مونیخ و رئال مادرید بود که بازی هم خیلی جذاب و خیلی حساس دنبال شد. توخل ترکیبش رو بر اساس همون در واقع 4-2-3-1 که چند سال اخیر بایر مونیخ چیده بود، ولی لایناپ و اون ترکیب ثابت دوباره یه سری جابجایی‌ها و تغییراتی داشت که شاید بعضی‌ها رو شگفت زده کرد. ببینید امسال یکی از انتقاداتی که به توخل وارد بود این بود که در طول فصل توماس توخل هیچ وقت به یه ترکیب ثابت و به یه لایناپ ثابت نرسید. مثلا توی این بازی با وجود اینکه گریرو و آلفونسو دیویس رو به عنوان دو تا دفاع چپ تخصصی داشت، ولی باز مثلا مزروعی رو از سمت راست اوورد سمت چپ بازی داد و کیمیچ رو گذاشت دفاع راست. حالا قلب خط دفاعی که دایر و کیم مین جای بودن، گورتسکا و لایمر هم دو تا هافبک دفاعی ها بودن و مولر و هری کین به اضافه سانه و موسیال هم خط حمله رو تشکیل میدادن. ترکیب رئال مادرید هم که خب مطابق انتظار آنجلوتی از سیستم 4-4-2 لوزی یا الماس استفاده کرده بود، منتها با همون نفراتی که در واقع در بازی اتحاد ازشون استفاده کرده بود تو این بازی هم تو ترکیب گذاشته بود، اما یه تفاوت عمده داشت. یعنی این ترکیب 100% با اون 4-4-2 که جلوی بارسلون گذاشته بود تفاوت داشت و تفاوتش هم اینجا بود که اینجا رئال مادرید با دو تا مهاجم کاذب بازی میکرد، بیلینگام و وینیسیوس، که در واقع نقش وینیسیوس ترکیبی از پست شماره 9 و پست شماره 10 بود، یعنی مهاجم کاذب و مهاجم سایه. یه چیزی تو مایه‌های هری کین تاتنهام دوره ژوزه مورینیو که بعضا پیش می اومد ممکن بود هری کین 40 متر 50 متر دورتر از محوطه 18 قدم حریف مثلا صاحب توپ بشه، یه پاس تو در واسه پیریشیچ بده، یه پاس پشت دفاع واسه سون بده. آرایش دفاعی رئال هم که خب همون حالت 4-4-2 کلاسیک بود که در واقع دو تا مهاجم جلو میموندن، وینیسیوس و بیلیهام، و بقیه پشت سرشون به صورت متراکم دفاع میکردن. بازی که شروع شد فکر میکنم ثانیه 45-50 بود که یه تک به تک برای سانه به وجود اومد و نتونست توپو گل بکنه. ما اگه برگردیم عقب میبینیم روی یه کار ترکیبی سانه تونست به این موقعیت برسه و اگر توی نیمه اول دقت بکنیم میبینیم چندین بار این کار هم سمت راست و هم سمت چپ اتفاق افتاد. این در واقع یه حربه تاکتیکی بود که توخل در نظر گرفته بود برای عبور از تراکم خط هافبک و خط دفاع رئال از یک و دوهای کوتاه استفاده بکنه. خب ابزارش رو داشت، وینگرای سرعتی، پا به توپ، دریبل زن، و یه پلی هم به اسم توماس مولر گذاشته بود که در واقع بتونه بدن رو ستون بکنه، پاس یک رو بگیره و پاس دو رو بده. وظیفه مولر در واقع جایگیری توی هاف اسپیس یا همون نیم فضاها بود، فضای بین دفاع کناری هافبک دفاعی یا فضای خالی بین دفاع کناری و دفاع آخر. خب البته خود هری کین هم این ویژگی رو داره، به هر حال بیشتر این وظیفه روی دوش مولر بود. در کنار این موضوع هر موقع که بایر میخواست فشار حداکثری رو از خط دفاع رئال شروع بکنه و پرس کنه، بلافاصله مولر به کین اضافه میشد و دو نفری خط دفاع رو تحت فشار میذاشتن که خود این باعث میشد در واقع دفاع رئال خیلی زود توپو دور بکنه. و هر موقع هم که به هر حال از کانال‌های چپ و راست بازیکن‌های بایر می‌خواستن ارسال بکنن، دو تا مهاجم سرزن داشتن که در واقع بتونن روی اون بحث نبردهای هوایی ضربات سر رو بزنن. اما حالا کلا توماس مولر خیلی تو این بازی به چشم نیومد، ولی این شاید اون دیدی بود که توماس توخل داشت و به خاطر همین مولر رو فیکس گذاشت. حالا صحبت از بحث پرس و فشار شد، این نکته هم بگم که توخل در واقع توی این بازی از دو مدل پرس استفاده کرد. یکیش که همون گگن پرس معروف آلمانی بود، یه پرس دیگه هم که استفاده کرد دقیقاً تیم بایر مونیخ عقب می اومد، همه می اومدن توی زمین خودشون و خیلی راحت ناچو و رودیگر تیمو بالا می آوردن و بدون مزاحمت توپ رو جلو می آوردن. دقیقاً به محض ورود توپ به زمین بایر مونیخ رأس خط حمله هری کین پرس رو شروع می کرد و پشت سرش هم بقیه بازیکن‌ها پرس رو اعمال می کردن و در واقع فضاها رو پوشش می دادن.
توماس توخل با این کارش یه جورایی میخواست جلوی نقطه قوت رئال رو بگیره، یعنی سرعت بازیکن‌های رئال رو بگیره و پشت سر دفاع کندش، پشت سر خط دفاع کندش در واقع اونقدر فضایی به وجود نیاد که بخواد روی ضد حملات آسیب پذیر بشه. هرچند توی همین شرایط، توی همین وضعیت در واقع پشت سر کیم مین جای خالی شد و وینیسیوس گل زد، ولی تو این صحنه واقعا باید این گل رو به پای پاس شاهکار تونی کروس بنویسیم که خط هافبک و خط دفاعی بایرن رو ناک اوت کرد. ولی در مجموع بایر بجز اون یه دونه موقعیت واقعا اجازه نداد که رئال موقعیت دیگه‌ای داشته باشه و تو نیمه اول هم واقعا تیم برتر زمین بودن. آنجلوتی اون سمت خب استراتژیش این بود که گل نخوره و بتونه خیلی خوب دفاع بکنه و روی ضد حملات و سرعت بازیکناش بتونه گل بزنه که خیلی خوب در واقع تمام این برنامه‌ها توی نیمه اول پیاده شد. 45 دقیقه تونستن زیر حملات وحشتناک بایر مونیخ دووم بیارن، یه گل زدن و نیمه اول رو بردن. تو نیمه دوم ماجرا فرق کرد. با اینکه رئال مادرید نیمه دوم رو به نظرم بهتر شروع کرد و یه برتری نسبی نسبت به بایرن داشت، ولی توخل به خوبی تونست اول تیمش از لحاظ روحی روانی نگه داره. یه تغییری هم به وجود آورد، یعنی گورتسکا رو کشید بیرون و گریرو رو آورد، ولی به نظر من اون تغییر اصلی و نقطه عطف بازی برای بایرن جابجایی سانه و موسیالا بود. موسیالا رو از سمت چپ آورد راست و سانه رو از سمت چپ برد راست. ببینید همین تغییر باعث شد که همه چی عوض بشه. حالا من به خاطر بحث قوانین کپی رایت ویدیو رو نمیتونم تو یوتیوب نشون بدم، ولی ما اگر روی صحنه گل اول دقت بکنیم، دقیقاً توپی که بازیکن‌های رئال توی زمین بایرن لو دادن همون تبدیل به ضد حمله شد، رسید به سانه چند متر توپو جلو آورد و در واقع یه شوک توی عرض و شوت و گل اول. دقیقاً همین اتفاق اون سمت زمین کمتر از 2 دقیقه واسه موسیالا افتاد و دقیقاً موسیالا یه شوک توی عرض داد و پنالتی رو گرفت. اینجا دقیقاً اتفاقی بود که باعث شد اون نظمه و اون سازمان عالی که دفاع رئال مادرید داشت کاملاً به هم بریزه و در واقع یه جورایی خودشون رو گم بکنن. توی 2 تا صحنه مندی و لوکاس واسکز روی حرکت موسیالا و لروی و سانه کاملاً جا موندن و در واقع دیریب خوردن. حالا بعد از گل دومی که بایر مونیخ زد بازم چند تا موقعیت داشت، یعنی کاملا دیگه دفاع تیم رئال و خود تیم رئال به هم ریخته بود و چند تا موقعیت خیلی خوب بایر مونیخ از دست داد. منتها من فکر میکنم توماس توخل بعد از گل دوم تیمش رو عقب کشید و یه جورایی خواست در واقع بازی رو کنترل بکنه، بازی رو اداره بکنه، در صورتی که به نظر من میتونست از این فرصت استفاده بکنه، مثلا اختلاف رو به 2 گل برسونه و بعد در واقع بخواد بازی رو از تب و تاب بندازه. همین کارش باعث شد که رئال تقریبا توی 7-8 دقیقه 10 دقیقه خودش رو پیدا بکنه، سر پا بشه و خب دیگه نوبت رسید به آنجلوتی 2 تا تعویض کرد، بیلینگهام و کروس رو بیرون کشید و لوکا مودریچ و براهیم دیاز رو به زمین فرستاد. ببینید اینجا جریان بازی عوض شد، ولی جریان فقط صرف این 2 تا بازی تغییر پیدا نکرد. یعنی آنجلوتی در کنار این تعویض‌ها فرمیشن و چینش تیم خودش هم عوض کرد. از 4-4-2 لوزی کاملا به 4-3-3 تغییر آرایش دادن. دیاز رفت سمت راست، رودریگو اومد مرکز خط حمله و وینیسیوس رفت تو پست تخصصی دلهای خودش، وینگر سمت چپ بازی کرد. بعد از این تغییرات رئال 2-3 تا موقعیت خوب داشت، بازی رو گرفته بود و داشت فشار می آورد و خب ماحصل این در واقع تغییراتی که به وجود اومد دیگه دیدیم دیگه. وینیسیوس دقیقاً کانال چپ صاحب توپ شد، زد توی عرض، اومد داخل محوطه، پاس کوتاه به رودریگو و چرخشی که پنالتی رو برای رئال مادرید به دست آورد. اینجا خب بازی 2-2 شد. حالا وینیسیوس پنالتیش هم گل کرد و بازی به تساوی کشیده شد، ولی چیزی که اینجا میمونه اینه که به هر حال بازی با یه نتیجه‌ای تموم شد که در واقع من فکر میکنم 2 تیم با شانس برابر و 50-50 به سانتیاگو برنابئو میرن. حالا شاید تنها پوان مثبت برای رئال مادرید جو خاص و استثنایی سانتیاگو برنابئو باشه، وگرنه حالا
با برداشته شدن قانون گل زده تو خونه حریف مساوی 2-2 با مساوی 0-0 خیلی اونقدر تفاوتی نداره، ولی خب اگه این قانون واقعا وجود داشت رئال نتیجه خیلی خوبی گرفته بود، چون با یه مساوی 0-0 یا 1-1 میتونست به فینال برسه. اما یه نکته هم میخوام بگم که خب خیلی ربطی به آنالیز و ترکیب بازی‌ها نداره، ولی حیفم میاد ازش عبور بکنم. به نظر من قضاوت کلمن تورپن عالی بود. بعد از مدت‌ها من یه داور دیدم که حالا توی یه همچین بازی سخت، توی یه همچین جو وحشتناک، اینقدر قاطعانه و بدون اشتباه سوت میزنه. خود در واقع این مدل قضاوت تورپن هم به نظرم خیلی تاثیرگذار بود که اینقدر بازی جذاب بود و اینقدر سرعت بازی بالا بود. اما شب دوم بازی دورتموند و پاریس سن ژرمن که مثل بازی قبلی توی آلمان برگزار میشد. دورتموندیا با سیستم 4-2-3-1 بازی میکردن و انریکه هم دست به ترکیب نیوکمپ نزده بود، همون 4-3-3 با همون نفرات. اما یه تفاوت عمده‌ای که در واقع 4-3-3 انریکه جلوی دورتموند داشت این بود که پاریس سن ژرمن اصلاً 4-3-3 بازی نمی‌کرد، کاملاً 4-4-2 لوزی بود. بارکولا و امباپه مهاجم بودن، دمبله پشت سرشون بازی می‌کرد و حکیمی به عنوان فولبک کاملا نقش وینگر راست رو داشت و همش روی دست دمبله باز میشد. آرایش دفاعیشون هم 3 نفره بود، مندز، مارکینیوش و لوکاس هرناندز هم خب به عنوان 3 تا دفاعی ثابت سر جاشون وای میستادن. خیلی مندز تو این بازی خیلی کم نفوذ میکرد، به خصوص حالا تو نیمه اول. اون سمت هم دورتموند در واقع پلنش برای حمله کردن و گل زدن همش برمیگشت به جیدن سانچو دیگه، یعنی بلافاصله تا صاحب توپ میشدن توپو میبردن سمت راست و در واقع حملات دورتموند از شروع حرکات جیدن سانچو استارتش زده میشد. به نظرم اینجا ترزیچ میتونست از سمت چپ خط حملهش هم استفاده بکنه، چون حکیمی خیلی نفوذ میکرد و دائما پشت سرش فضای خیلی زیادی به وجود میومد. آدیمی هم از اون وینگراست که سرعت خیلی بالایی داره. شاید اگر از سرعت آدیمی استفاده میکرد تو سمت چپ میتونست حتی از اونجا هم حملات خیلی خوبی داشته باشه و در واقع خط دفاع پاریس رو به شدت تحت فشار قرار بده. ولی خب بالاخره از این موقعیت استفاده نکردن. اما تیم دورتموند واقعا توی بحث سویچ کردن و دوندگی عملکردشون درخشان بود، یعنی خیلی خیلی خوب میتونستن از فاز هجومی با سرعت سویچ کنن بیان تو فاز دفاعی و در واقع دفاعشون رو متراکم انجام بدن و به همین نسبت خیلی سریع میتونستن سویچ کنن برن تو فاز هجومی و سر پستای اصلیشون قرار بگیرن. این خب خیلی به تیم دورتموند کمک کرد و تونستن که گل اولم بزنن. فولکروک تونست که دروازه دوناروما رو باز بکنه. منتها بعد از گلی که فولکروک زد به نظرم دقیقه به دقیقه‌ای که میگذشت تیم دورتموند جسورتر میشد و یه برتری نسبت به پاریس سن ژرمن پیدا میکرد. یه نکته دیگه هم اضافه بکنم، واقعا عملکرد آدیمی توی فاز دفاعی بی‌نظیر بود، یعنی توی نیمه اول کاملا سمت راست و بسته بود و تقریبا همه 1 در مقابل 1 مقابل اشرف حکیمی رو آدیمی تونست ببره. نیمه دوم به نظرم نیمه بود که دورتموند بهتر شروع کرد و حتی نیمه بود که نسبت به پاریس از همون اول برتری داشت. یه دلیلش هم این بود که واقعا اون شجاعتی که توی نیمه اول پیدا کرده بودن توی نیمه دوم هم ما میدیدیم از همون اول و به خصوص توی فاز هجومی عملکردشون خیلی خیلی خوب بود، با اعتماد به نفس واقعا بالا. حالا چه تو بحث ایجاد مثلث، چه تو بحث بیلداپ، چه تو بحث کارهای ترکیبی 1 و 2 های کوتاه، تو همه موارد واقعا دورتموند داشت بی‌نقص بازی میکرد و موقعیت هم داشتن، یعنی واقعا اگر شاید یکم دقت بیشتری میکردن میتونستن اختلاف گل رو به 2 هم برسونن، ولی خب از موقعیت ها استفاده نکردن. یه نکته هم بگم که خب انریکه اومده بود نیمه دوم پرس کنه و دورتموند رو یه جورایی ببنده از همون خط دفاعی، ولی ترزیچ و در واقع تیم ترزیچ به نظرم به خوبی سیستم ضد پرس رو اعمال کردن و هر بار که پاریس پرس میکرد ضد پرس رو میخورد و این پرس شکسته میشد. واقعا انریکه و تیمش توی شرایط بدی قرار گرفته بودن، یه جورایی کاملا آچمز شده بودن.
ولی در مجموع حالا از عملکرد درخشان تیمی دورتموند که بگذریم، به نظرم سانچو یه بازی فوق‌العاده رو پشت سر گذاشت. واقعا توی نیمه دوم که بی‌نظیر بود و تقریبا میشه گفت من خودم بعد از مدت‌ها سانچو رو اینقدر سرحال و قبراق دیدم و نشون داد که آمادگی بسیار بالایی داره. انریک هم خب توی نیمه دوم تغییراتی رو به وجود آورد که بتونه جریان بازی رو عوض بکنه، ولی تقریبا میشه گفت که هیچ کدوم از تغییراتش جواب ندادن. مثلا خب اولیش این بود که بارکولا رو از پست مهاجم برد سمت چپ که جواب نداد، خیلی زودم تعویض شد، مانی رو آورد و با اومدن کولومانی یه جاهایی پاریس سن ژرمن دو مهاجمه بازی میکرد، باز یه جاهایی مانی میرفت سمت چپ، امباپه مرکز خط حمله میموند و یه جایی جابجا میشد دیگه، باز دوباره امباپه میرفت سمت چپ، کولومانی مهاجم میشد. نمیدونم، اینم خیلی به نظر من جوابگو نبود. حالا دوتا هافبکش رو هم اوورد جلو، یعنی امری و رویز رو هم توی نیمه دوم کاملا بالا بازی میکردن، اومدن توی هاف اسپیس و نیم فضاها جایگیری میکردن. اینجا به نظر من میتونست انریکه رویز رو تعویض بکنه، به لیکانگین بازی بده، چون حالا خود فابیان خیلی بازی خوبی رو انجام نداد و لیکانگین یه بازیکنیه که هم سرعت داره، هم پا به توپ داره و هم دریبلینگ بالایی داره و توی این شرایط میتونست اون گرهو برای تیم پاریس باز بکنه اگه بهش فرصت بازی میداد. و خود همین 4-4-2 لوزی هم بحث دیگه. الان مثلا این 4-4-2 لوزی شاید بهتر این بود که از همون اول یه مهاجم تخصصی مثل گونزالو راموس یا کولومانی فیکس بازی میکرد، کنارش امباپه میبود که هم میتونست سمت چپ بازی کنه، هم میتونست در واقع نفوذ کنه و بیاد کنار مهاجمم باشه. ولی این تصمیمم نگرفت، یعنی خب اینجام 4-4-2 لوزیش رو باز با یه سری تغییرات خاص خودش چیده بود و به نظر من انریکه بعد از آوردن موانی میتونست چیدمان در واقع تیمش رو به 4-3-3 عوض بکنه، چون توی نیوکمپ و اون بازی خیلی خوبی که از پاریس سن ژرمن دیدیم فرمیشن پاریس 4-3-3 بود، دمبله سمت راست بود، امباپه مرکز و سمت چپ بارکولا بود. اینجا شاید اگر این تغییر به وجود می اومد روند و جریان بازی عوض می شد، ولی خب این اتفاق هم نیفتاد. به هر حال پاریسی ها 1-0 باختن بازی رو توی آلمان و حالا باید کار سختی رو انجام بدن، باید برن تو پورتو پرنس و اونجا دیگه به هر شکلی شده دورتموند رو ببرم. من فقط این نکته رو هم بگم که دورتموند واقعا یه مورد عجیبی توی چمپیونز لیگ این فصل، تیمی که رتبه 5 تو بوندسلیگا داره به عنوان صدرنشین از گروه مرگ صعود میکنه تا نیمه نهایی میاد و الان هم فقط یه 90 دقیقه تا فینال ومبلی فاصله شه. خیلی غیر قابل پیش بینی بوده و شاید خوشبین ترین هوادار دورتموندم یه همچین عمل کردی و برای دورتموند اصلا تصور نمی‌کرد. ولی خب واقعا اگر این استحکام دفاعی، این شجاعت رو از دورتموند توی پورتو پرنس ببینیم، حذف پاریس سن ژرمن به نظر من یه چیز غیر ممکن یا دور از دسترس نیست. در کل بازی‌های دور رفت نیمه نهایی چمپیونز لیگ هم خیلی هیجان انگیز و جذاب تموم شد و فکر میکنم همه هوادارهای فوتبال از این بازی‌ها لذت بردن. خب رفقا، مرسی از وقتی که گذاشتین. اگه از این ویدیو خوشتون اومده ممنون میشم لایک کنید، سابسکرایب کنید و این ویدیو رو شیرش کنید. حالا شما تو کامنت ها بهم بگین به نظرتون فینالیستای این فصل چمپیونز لیگ چه تیمایی هستن؟ خیلی مخلصم، تا ویدیوی بعد، خداحافظ.